اولین باری که گوشی حمید رو چک کرد نفسش بند اومده بود. یه دختر 21 ساله بود که با یه مرد 40 ساله ازدواج کرده بود و ازش 6 ماه حامله بود. اما وقتی که گوشی شوهرش رو برای اولین بار چک میکنه چیزی رو میبینه که باورش نمیشه. کلی فیلم از رابطه های نامشروع شوهرش. اما اشتباه نکنید، این رابطه های نامشروع با زنها نبوده، با پسر بچه ها بوده. اون واقعا نفسش بالا نمی اومد و کپ کرده بود. اما وقتی فهمید که این رابطه های نامشروع باعث شده جسد شوهرش رو دستش بمونه، واقعا همیشه تموم شده بود. حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید تا از جزئیات یک جنایت هولناک آگاه شید. بدون معطلی بریم که وارد این جنایت شیم که قطعا مو به تنتون سیخ میکنه. فقط 19 سالش بود که حمید 38 ساله به خواستگاریش اومد. ظاهرش تر و تمیز بود و اونی هم که به هم معرفیشون کرده بود میگفت تهران ساکنه و وضعش هم خوبه. میگفت یه گلخونه داره به چه بزرگی و 30-40 تا کارگر هم داره که روی انگشتش میچرخه. حمید قد بلند بود، صورت آفتاب سوخته‌ای داشت و با تحریش شلوار جین پاش بود و بوی عطرش هم خونه رو پر کرده بود. ترکیب یه پسر جا افتاده با درآمد خوب که تو تهران هم خونه زندگی داره برای یه دختر شهرستانی یعنی اسب سفید رویاها و آرزوها. نسترن دیگه چی میخواست؟ با خودش میگفت این شاهزاده منه، اومده منو از این شهرستان گند گرفته و خونه شلوغ ببره و خوشبخت کنه. دور و بریاش میگفتن یارو 2 برابر سن تو سنشه، اما براش مهم نبود و میگفت لابد تا الان کار کرده و پول جمع کرده و الان میخواد زندگی تشکیل بده. اون بله رو داد و عقد کردن و سوار پرشیای سفیدش شد و رفت تهران. روزهای اول زندگیشون شیرین بود و خداییش هم حمید آدم بدی نبود. 6 ماه گذشت و دختر حامله شد. همه چی تو رویایی ترین حالت ممکن بود. صبح که صبحونه شوهرش رو میداد و راهیش میکرد تقریبا تا شب چشمش به در بود تا شوهرش برگرد. حدوداً ساعتهای برگشت شوهرش رو میدونست و همون حدودا میرفت پشت پنجره و با پسری که تو شکمش بود حرف میزد و میگفت منتظریم بابایی بیاد. دختر انگار روی ابرا سوار بود. خودش هم باورش نمیشد از اون خونه خاک و خلی شهرستان که 15 تا بچه و نوه توش بود پاش به تهران رسیده بود و شده خانوم خونه خودش. یه روز از همین روزا دلو زد به دریا و خواست شوهرش رو سوبراس کنه که ای کاش نمی‌کرد. نزدیکای ظهر بود که شال و کلاه کرد و یه قابلمه غذا زد زیر بغلش و یه ماشین گرفت که واسه بابای بچهش غذا ببره. خودش رو به گلخونه رسون و بی سر و صدا به دفتر رفت تا شوهرش رو متعجب و خوشحال کنه. اما خودش سورپرایز شد. شوهر داشت تو دفتر ترتیب یه پسر بچه کارگر رو میداد که زنش رسید. زنه زبونش بند اومده بود و نمیدونست چی بگه. به سرعت اونجا رو ترک کرد و به روی خودش نیاورد. اما بعدها تو جلسه دادگاه محاکمه قاتلای شوهرش گفت بعد از اینکه تو دفتر گلخونه دیدمش هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد و هیچ کدوم حرفی دربارش نزدیم. اما صحنه اون روز مثل خوره افتاده بود به جونم و یه بار از سر کنجکاوی وقتی خواب بود موبایلش رو باز کردم و چیزهایی تو موبایلش دیدم که به جنون رسیدم. یه عالم فیلم از رابطه جنسی با پسر بچه و نوجوانای کم سن و سال تو موبایلش بود. صدای خودش هم رو همه فیلم‌ها بود. انگار وقتی اون کارو کثیفو میکرد از آلتش و بدن اون بچه‌ها فیلم گرفته بود. دیگه طاقت نیاوردم و بهش گفتم میخوام طلاق بگیرم. تو آدم کثیفی هستی. اما خیلی خونسرد زل زد تو صورتم و گفت تو حامله‌ای. خب چیکار کنم؟ میخوای برم با یه زن دیگه؟ پسر بهتر نیست؟ حداقل زهری واسه زندگیمون نداره. من بدبخت که پدر و مادر درست درمونم نداشتم اگه همون موقع ول میکردم و میرفتم خیلی بهتر میشد. اما چیکار کنم؟ نه کس و کاری داشتم که نگهم داره و یه بچه هم تو شکمم بود. چیکار میکردم؟ اما کی حمیدو کشت و سر چی کشت؟ اصل پرونده قتل اینجا باز میشه. حمید که سر زندگیش بود و نسترن هم ظاهرا مشکلی با انحراف جنسیش نداشت. پس چه بلایی سرش اومد؟ بعد از اینکه نسترن فهمید نیمه پنهان زندگی شوهرش چیه و چه آدم کثیفیه کاخ آرزوهاش خراب شد. بچه‌ش هم به دنیا اما بدون امید و عشق روز و شباش رو به هم میچسبوند و حمید هم دیرتر میومد خونه و سرش هم سعی میکرد زودتر بخوابه که با هم چش تو چش نشن و کمتر حرف بزنن. تا اینکه اوایل پاییز 1402 یه روز صبح حمید رفت سر کار و شب برنگشت خونه. زنه هم این خیالش نبود و با خودش میگفت معلوم نیست سرش به چه کثافت کاری گرمه. 2 روز گذشت و خبری ازش نشد.
سابقه نداشت حمید 2 روز خونه نیاد و خبری هم از خودش نده. زنش دو به شک بود که زنگ بزنه بهش یا نه، که ناگهان از گلخونه تماس گرفتن خونه و سراغ حمیدو گرفتن. گفتن حمید پیروز صبح اومده گلخونه، اما بعد از 2 ساعت رفته بیرون و دیگه خبری ازش ندارن و موبایلش رو هم جواب نمیده. اینجا بود که به اداره آگاهی رفت و مفقودی شوهرش رو اعلام کرد. با توجه به اینکه حمید آخرین بار تو گلخونه دیده شده بود، تحقیقات از کارگرای گلخونه شروع شد. گلخونه نزدیک 40 تا کارگر داشت. همگی تک به تک بازجویی شدن، اما چیز به درد بخوری ازشون در نیومد. حمید ساعت 10 صبح تنهایی از گلخونه بیرون زده بود و به کسی هم نگفته بود کجا میره، تا اینکه یکی از کارگرها که اون روز دیر اومده بود وسط صحبت‌های بازپرس پرید و گفت سر جاده حمید آقا رو دیده که رامین و رضا سوار ماشینش شده بودن. یعنی حمید تنهایی از گلخونه نزده بود بیرون و سر جاده 2 نفر که بقیه کارگرها هم اونا رو میشناسن رو سوار ماشینش کرده بود. انگار تو این فاصله اون دوتا رو سوار کرده. رامین و رضا کارگرای قدیمی گلخونه بودن که ماه پیش خود حمید اخراجشون کرده بود. با این فرضیه شایعه انتقامگیری مطرح شد و رامین و رضا 2 تا برادر 17 و 22 ساله تحت تعقیب قرار گرفتن و تو همون محدوده شهریار بازداشت شدن. رامین داداش بزرگه سعی در مخفی کردن حقیقت داشت، اما رضا خیلی زود اعتراف کرد و پرده از راز یه جنایت هولناک برداشت. رضا تو همون بازجویی‌های اولیه گفت من خودم حمیدو کشتم، چون بارها بهم تعرض کرده بود و ازم فیلم داشت. هر بار که میخواست منو میبرد تو دفتر گلخونه و بهم تجاوز میکرد. دیگه خسته شده بودم و اون روز کشوندمش یه جای خلوت و زدمش. داداشم هم همراهم بود، اما اون هیچ نقشی نداشت. اصلا خبر نداشت میخوام حمیدو بکشم. خودم تنهایی کشتمش. به دنبال این اعترافات برای رضا به اتهام قتل و برای رامین هم به اتهام معاونت در قتل کیفرخواست صادر و پروندهشون برای رسیدگی به شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه نسترن به عنوان همسر مقتول اعلام گذشت کرد و گفت دیه میخواد. نسترن گفت مدت‌ها بود به خاطر فساد اخلاقی همسرم باهاش درگیر بودن. احتمالاً این متهم 17 ساله درست میگه و به خاطر بلاهایی که شوهرم سرش آورده اونو کشته و همین خاطر راضی به قصاص نیستم و دیه میخوام که بتونم بچه‌مو بزرگ کنم و دستمو جلوی کسی دراز نکنم. حالا دیگه نوبت اون 2 تا برادر بود که از خودشون دفاع کنن. ابتدا رضا روبروی قاضی ایستاد و گفت 3 سال توی این گلخونه کار میکردیم. اولین بار فقط 15 سالم بود که حمید منو گیر انداخت و بهم تعرض کرد. ازم فیلم گرفته بود و هر بار تهدیدم میکرد اگه به خواستش تن ندم فیلمم رو پخش میکنه. آخرین بار دیگه به رابطه قانع نبود، میگفت باید بهش پولم بدم که دیگه خونم به جوش اومد و نقشه قتلش رو کشیدم. با کمک داداشم کشوندیمش یه جای خلوت و به بهانه آشتی کنون و عرق خوری توی مشروبش قرص ریختیم و وقتی از حال رفت خودم سرشو بریدم. وقتی چاقو رو میذارم زیر گلوش همه بلایی که سرم آورده بود این یه فیلم جلوی چشمم بود. اول جسدش رو گونی پیچ کردیم و انداختیم کنار نوخاله های ساختمانی. فرداش اومدیم و دیدیم هنوز اونجاست. واسه اینکه شناسایی نشه بردیمش تو بیابون‌های اطراف شهریار و آتیشش زدیم. در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به رضایت اولیای دم اضافه پرداخت دیه و 2 سال کار اجباری فرهنگی توی کانون اصلاح و تربیت شهرستان دورافتاده محکوم کردند و رامین داداش بزرگم 6 ماه حبس گرفت. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. حتما ازتون درباره این پرونده برای ما بنویسید و فراموش نکنید که با لایکاتون از ما حمایت کنید. راستی به نظر شما این بلایی که سر اون سابکار اومد حقش بود یا نه؟ حتما ازتون رو برای ما بنویسید و فراموش نکنید که با لایکاتون از ما حمایت کنید.